علیک. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان، بزرگواران، اقوام عزیزمان حاضر در مراسم سالگرد مرحومه مغفوره جان بیبی یوسف آبادی، مادری مهربان، دلسوز، فداکار که الحق و الانصاف بعد از فوت مرحوم یوسف آبادی برای فرزندان خود هم پدری کردند و هم مادری. عرض تسلیت دارم به نیابت از شما عزیزان خدمت خانواده مرحوم یوسف آبادی، خاصتا برادر عزیزمان جناب آقای ابوذر یوسف آبادی. خداوند انشاءالله روح این مادر مهربان رو با بیبی فاطمه زهرا محشور کنن و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده عذرخواهی میکنم اطاله کلام کردم، مطلبی بود که اینجا از فرصت استفاده کردم که خدمت اقوام عزیزم، فامیلای پدری و مادری خودم در این منطقه صرفاً عرض تقدیر و تشکری داشته باشم به صورت خاص و ویژه از یکایک اقوام عزیزی که در مراسمات تشییع و تدفین و مراسمات ختم و همانطور که مستحضر بودید روز گذشته مراسم 40 روز درگذشت پدر عزیزم مرحوم جاویدان در گمبکی برگزار شد که خیلی عظیمی از شما مردم، از شما اقوام در آن مراسمات حضور پیدا کردید که انتظاری که از اقوام عزیزمون بود الحق و الانصاف به جا آورده شد. از این بابت ما سپاسگزار و قدردان این همه لطف و محبت تک تک شما عزیزان هستیم. مطلبی که ما مطلع شدیم که در ایام گذشته بعد از فوت مرحوم پدرم مراسمات جشن و شادی بود که متاسفانه اینجا البته عزت گذاشتن، حرمت نگه داشتن، مراسمات جشن و شادی خودشان را کنسل کرده بودن و همین و جامعه سیاه و رفت عذاب تن کرده بودن. بنده همینجا از این فرصت استفاده می کنم به نیابت از بیت معظم مرحوم پدرم، خانواده پدرم، فرزندان، برادران دست این عزیزان می بوسم. قدردان و سپاسگزاریم از این همه لطف و محبت شما و تقاضا دارم که این عزیزان در اولین فرصت رخت عذاب و جامعه سیاه از تن بیرون کنن و مراسم جشن و شادی خودشان را برگزار کنند و ما را هم دعوت کنند که ما قطعا حضور پیدا میکنیم، شرکت خواهیم کرد، چرا که فوت پدر تنها متعلق به ما نبوده، برای شما هم همین حرمت، همین جایگاه و همان محبوبیت خاص را برای شما نیز داشته است. از این بابت سپاسگزار و قدردان این همه محبت شما هستیم. این بود که گفتم شاید نتوانم شخصا به همه شما خدمت همه شما برسم،
اینجا از این فرصت استفاده کردم که هم تقدیر و تشکری داشته باشم و هم عرض تسلیتی خدمت خانواده برادران عزیزم یوسف آبادی و عذرخواهی میکنم از آقا که اطاله کلام شد. انشاءالله که شاد شود روح این مادر مهربان مرحومه مغفوره یوسف آبادی که از هم خود و هم همسر مرحومشان از اقوام نزدیک پدری و مادری ما هستند. روحشان شاد شود به برکت قرائت الفاتحه اخلاص و مع الصلوات. اللهم صل علی